салому дуруди бепоён нисори якояки шумо забономӯзони гиромӣ, ҳамаи шуморо хушомадед ва хайрамақдам мегӯем. имрӯз дарси 33 аст аз силсила дарсҳои забони англисӣ дар 99 рӯз. хуб, касоне ки пайгирӣ доранд дарсҳои моро, дигар ниёз ба шарҳ ва тавзеҳ нест, аммо касоне ки бори аввал мебинанд дарсҳои моро, хуб, дар ин рӯзҳо дарсҳои мо ҳамарӯза пахши мустақим, яъне эфир идома дорад. касоне ки мехоҳанд забони англисиро омӯзанд, метавонанд чӯкнан пайваст шаванд, ва агар тамоман забони англисиро намедонед, метавонед аз плейлистҳои мо истифода кунед. забони англисӣ барои навёбгирон ҳаст, барои навомӯзон. ва хуб, дигар аз китоби New Grammar Time аст, аз китоби Intro ҳаст, ва боз чигуне ки пештар зикр кардем, яъне англисӣ дар 99 рӯз идома доранд. дарси 33 аст, оғоз мекунем. хоб, дар ин дарс бошад мавзӯи ин дарс, хоб, The supermarket is closed. The supermarket is closed. яъне супермаркет ёки намун фурӯшгоҳ баста ҳаст, яъне маҳкам аст, ёки бигем баста ҳаст. мавзӯи
درس امروزه همین است. یعنی خب در این درس، در این گفتگو اشتراک دارن بیلال همراهی بشرا. بیلال همراهی بشرا. خب ما شروع میکنیم خواندن رو. اما شما میتوانین چکنین یکان سوال پیشنهاد باشن در کامنتاری نویسین و بعد از انجام این مکالمه گفتگو کامنت ها رو میخونیم. بیلال میگوید که بشرا I'm going to the supermarket. I'm going to the supermarket. بشرا در زبان تاجیکی هم فکر میکنم که بشرا هست. بشرا یعنی که بشرا اما فکر میکنم چیزی ترکی باشد، نامی ترکی باشد. خب به هر حال دنبال نام میگردیم، دنبال آن چیزی که در اینجا هست دنبال آن میگردیم. بشرا I'm going to the supermarket. بشرا من با مغازه رفتنیم. این going out یعنی going to مثلا به معنای هست که مثلا I'm going یعنی من رفته ایستادم. من رفته ایستادم. اما going to هم به معنای چی میاد؟ زمانی آینده، یعنی خواهم رفت، خواهم انجام داد. مثلا بشرا I'm going to the supermarket. بشرا من میخواهم که با سوپرمارکت بروم، یعنی من میخواهم که با سوپرمارکت بروم. و سوال میکنند که do you want to come with me? 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 آیا تو میخوای همراه من بیایی؟ یعنی در زبان تاجیکی خب با لهجه صحبت کنیم. یعنی مثلا از خانه میبریم، یک رفیق میبینیم که یک همسینف است یا همکورس است. خب یک بگم که دوست منو میبینیم، میگم که من با بازار رفتنی هستم، که من مغازین رفتنی هستم، یا که من مثلا دکان رفتنی هستم. تا میره قطیما، تو هم میره قطیما. یعنی تو هم همراه من رفتنی هستی، تو هم میخوای که همراه من بروی، یا تا میره قطیما. خب و بشرا میگوید که I think یعنی فکر کردن. I think the supermarket is closed now. I think the supermarket is closed now. یعنی من فکر میکنم که این زمان فروشگاه محکم است، فروشگاه بسته است. یعنی که مثلا وقتی میگم که من مغازین رفتنی هستم، تو قطعی میروی، بعدا اون دوست، اون رفیقت میگه که با فکرم که مغازین محکمه. خب و بیلال میگه که when does it close? or when does it close? یعنی که کی بسته شد، یعنی اون فروشگاه. مثلا خب یعنی when does it close و کی محکم می شود، کی بسته می شود. خب در تاجیکی کی بسته می شود شاید کم استفاده شود. یعنی میگم که کی محکم میکنه. یعنی کی محکم میکند. این سوال برای سوال زمانی حاضره ساده است. یعنی عادتاً، یعنی دائما، هر روزه کار، یعنی کی محکم میکنه. یا که مثلا ساعت کارش از ساعت چند تا ساعت چند است. بعد بشرا میگه که it closes چون که it یعنی همون مغازین رو در نظر دارد، همون مغازه رو. و این بعد از فعل close یک اس دیگه علاوه شده است. it closes at 7 o'clock on Sundays.
یعنی میگه که وای ساعت 7 یعنی روزهای یک شنبه ساعت 7 محکم میکنن. یعنی شاید که اینها روز یک شنبه از صحبت دارن. از رفتی صحبت تقریبا معلوم میشد که ساعت شاید که از 7 گذشتگی 8 تقریبا باز معلوم میشه باز. It closes at 7 o'clock on Sundays. یعنی ساعت 7 روزهای یک شنبه ساعت 7 محکم میکنن. بعدا بیلال میگه که that's too bad یعنی که این خیلی بد است، خیلی ناخوب است. این خیلی ناخوب است یعنی that's too bad یعنی این خیلی ناخوب است. در لهجه تاجیکی یعنی نمیدونم از کدام کلمه ها استفاده می شود. یعنی چخیل وقتی یک نفر گفت که مغازه حاضر محکم است. خب در یادم اومد. یعنی وقتی که با لهجه گفتیم که با لهجه یعنی وقتی یک نفر میگه که مغازین عین زمان محکم است، با لهجه نفر دیگر میگه که ای بیزیب کو اگه یعنی بیزیب علی تبگو بیزیب کو علی تبگو یعنی به همین معناها تقریبا. اما در زبان تاجیکی اگر با یک گفتار ادبی ترجمه کنیم that is too bad یعنی وای خیلی بد است. یعنی همین محکم بودنش عین زمان یعنی خیلی بد است. خب بشرا باز میگه که don't worry we can go tomorrow morning it opens at 8 o'clock. میگه که خواطر نباش. خب فکرم که کم ترک مایده تر است، کم ترک کلام کنیم این را. خب میگه که don't worry we can go tomorrow morning it opens at 8 o'clock. میگه خواطر نباش don't worry خواطر نباش ما میتوانیم که پگاه سحر برویم. it opens وای کشاده می شود at 8 o'clock در ساعت 8. یعنی که یعنی خواطر نباش زیغ نشه ما میتونیم پگاه سحر باز برویم. it opens at 8 o'clock وای سحر ساعت 8 کشاده می شود. Alright, what do you want to do now? Alright, what do you want to do now? خوب یعنی alright ترجمه کردیم درس گذشته. Alright یعنی درست خوب. What do you want to do now? یعنی آیا تو عین زمان چیکار کردن میخواهی؟ بعداً بشرا میگه که let's take a walk for a half an hour. a half خونده نمیشود a half an hour. میگه که بیا یک نیم ساعت پیاده گردی میکنیم، پیاده راه میگردیم. let's take a walk for یعنی پیاده راه گشتن. a half an hour یعنی یک نیم ساعت. half an hour نیم ساعت یعنی بیا یک نیم ساعت پیاده راه میگردیم. My sister will get there at about half past 8 o'clock. half past 8 p.m. خب o'clock یعنی که p.m. خب p.m. این بگه در نظر دارد. بگه یعنی بعد از نصف روزی این طرف. And then we can all go out to dinner. و سپس ما میتوانیم چکنیم. My sister will get here at about half past 8 p.m. خواهر من تقریبا ساعتهای 8:30 میآید. And then we can all go out to dinner. و ما میتونیم یک جای با هم چکنیم با طعامی با خوراکی بگیم که شامانه رویم. یعنی با اوژن شامانه رویم یعنی با خوراک خوری رویم. یعنی go out با بیرون رفتن میگن. یعنی
go out وقتی که شد یعنی با بیرون از خانه رفتن. وقتی که اگر میگفتن که we can مثلا go home to dinner، پس معلوم میشد که اینها میروند و در خانه طعام میخورند. اما we can all go out to dinner، ما میتونیم برای خوراک شامانه به بیرون رویم. خب بلال میگه که where does she live، where does she live میگه که وای در کجا زندگی میکند. where does she live، وای در کجا زندگی میکند. خب بشرا میگه که she lives in San Francisco، she lives in San Francisco، وای در سان فرانسیسکو زندگی میکند. خب بلال میگه که how long has she lived there، how long has she lived there میگه که چند مدت شد که در اونجا زندگی دارد، چند مدت شد که در اونجا زندگی دارد، کی همون خواهرش در نظر دارد. خب خواهری بشرا. و بشرا میگه که I think یعنی من فکر میکنم، I think فکر میکنم یعنی مقصد که بگمانم که اعتقاد میکنم که شاید که یعنی I think فکر میکنم که she's lived there for about 10 years. در اینجا she's یعنی همون she has هست، she has lived هست، یعنی she is lived نیسته، به خاطر که is اگر باشه verb to be است و lived فعل گذشته است. verb to be در زمان گذشته was می شود، was و were. بنابراین اینجا she has lived there for about 10 years. میگه من فکر میکنم که تقریبا یک 10 سالش در اونجا چیکار میکند، زندگی میکند. بلال میگه که that's a long time، میگه که بله یعنی چیز that's a long time یعنی میگه این خیلی یک وقت طولانی است، یعنی that's a long time یعنی یک خیلی وقتی طولانی است، یعنی مدتی طولانی است در اونجا یعنی وای زندگی میکرد. where did she live before that، where did she live before that یعنی در کجا زندگی میکرد پیشکی. where در کجا، did فعل یاری دهنده برای سوال کردن. she lived before یعنی پیش، یعنی قبلا پیشکی، یعنی وای پیشکی در کجا زندگی میکرد. خب بشرا میگه که ساندیاگو. خب یعنی این بود گفتگوی امروزه. بیاین یک بعضی جاهاش رو تغییر میتیم. مثلا she lives in دوشنبه می‌نویسیم، به خاطر که کلمه هایی که برای ما و شما لازم است در کار است استفاده میشوند، همونا را زیاد استفاده بریم. مثلا she live خب she lives in دوشنبه، she lives in دوشنبه. و باز اینجا خب ساندیاگو مثلا اینجا می‌نویسیمش پیشکی در کجا زندگی میکرد، مثلا می‌نویسیمش که باختر یا این باختر مثلا. خب نام شهر کفایگی میکنه، در کجا زندگی میکرد، در باختر. خب این بود درسی چندم بود، 33 ها، درسی 33 ام. اگر یکم کس یکم سوال و پیشنهاد داشته باشه میتونین نویسین و اگر نداشته باشین خب با همین درسی امروزه با پایان رسید. تشکر برای اشتراکتون و تماشای این نوار برای کسانی که بعداً این نوار رو تماشا میکنن. این بود conversation 18 یعنی گفتگو همون مکالمه 18 هم. The supermarket is closed یعنی فروشگاه یا که همون مغازین بسته است، محکم است. Okay. Do you have any question? اون سوال دارین؟ No. نداشته باشین خب دیگه به همین گله گله میکنیم. گله در زبان ترکی هسته. دسویدن به زبان روسی. بای بای به زبان انگلیسی. خب دیگر خداحافظی میکنیم. تشکر از شما. See you next class or see you tomorrow. Goodbye.